سرخط خبرها: حمله شدید مادورو به نتانیاهو، سقوط قیمت نفت پس از انصراف اسرائیل از حمله به تأسیسات نفتی و هسته‌ای ایران، حمله موشکی حزب الله به نظامیان اسرائیلی، حضور سردار قاآنی در مراسم استقبال از پیکر سردار نیلفروشان، ادعای الجزیره در مورد نفوذ نظامیان اسرائیل در خاک سوریه و حماس. اهداف اسرائیل پس از گذشت 1 سال جنگ محقق نشد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی. به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، حملات اسرائیل به لبنان و غزه را شدیداً محکوم کرد و گفت اسرائیل به نخست وزیری نتانیاهو روی هیتلر را سفید کرده است. مادورو گفت نتانیاهو دست به یک کشتار دست جمعی علیه فلسطین و لبنان زده است و آنچه رخ می‌دهد اسمش جنگ نیست. رئیس جمهور کشور ونزوئلا افزود نتانیاهو هنوز این جسارت را دارد که به سازمان ملل دستور دهد نیروهای حافظ صلح حاضر در جنوب لبنان را به دستور شورای امنیت خارج کند. او با بیان اینکه نتانیاهو با هیتلر قابل مقایسه نیست گفت هیتلر جرئت نکرد آنچه را این وحشی ساخته دست اتحادیه اروپا و آمریکا علیه فلسطین و لبنان انجام دهد. سقوط قیمت نفت پس از انصراف اسرائیل از حمله به تأسیسات نفتی و هسته‌ای ایران. پس از انتشار گزارش واشنگتن پست مبنی بر اینکه اسرائیل به آمریکا اطلاع داده که صرفاً به تأسیسات نظامی ایران حمله خواهد کرد و نه تأسیسات نفتی و هسته‌ای، قیمت جهانی نفت تقریباً $2 در هر بشکه کاهش یافت و قیمت نفت برنت هر بشکه به حدود $75 و نفت وست تگزاس به بشکه $72 رسید. حمله موشکی حزب الله به نظامیان اسرائیلی. مقاومت حزب الله لبنان امروز طی بیانیه‌ای بامداد امروز سه‌شنبه اعلام کرد به یک گروه از نظامیان اسرائیلی حمله موشکی کرده است. در این بیانیه آمده است مجاهدین حزب الله گروهی از نظامیان دشمن را در سایت نظامی البغدادی واقع در شمال اسرائیل موشکباران کردند. حضور سردار قاآنی در مراسم استقبال از پیکر سردار نیلفروشان. رسانه‌ها در ایران بامداد سه‌شنبه 24 مهر هنگام گزارش ورود پیکر عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران، برای دقایقی چهره اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را نشان داد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به همراه جمعی از مسئولان لشکری و کشوری بامداد امروز سه‌شنبه در مراسم استقبال از پیکر سردار عباس نیلفروشان در تهران حضور یافت. ادعای الجزیره در مورد نفوذ نظامیان اسرائیلی در خاک سوریه. شبکه الجزیره قطر بامداد امروز سه‌شنبه مدعی شد که نظامیان اسرائیلی دوشنبه شب 10 متر در نزدیکی شهرک الاسبح واقع در حومه قنیطره سوریه در خاک این کشور نفوذ کردند و بعد از پیشروی حدود 100 متری یک زمین زراعی را به منظور ایجاد مانع خاکی تخریب می‌کنند. این ادعا در حال مطرح می‌شود که رسانه‌های سوریه در این باره خبری منتشر نکردند و مقامات رسمی نیز واکنشی نشان ندادند. ارتش اسرائیل نیز هیچ واکنشی در این باره نداشته است. حماس. اهداف اسرائیل پس از گذشت 1 سال جنگ محقق نشد. حسام حمدان از رهبران جنبش حماس تایید کرد که اهداف اسرائیل پس از گذشت 1 سال جنگ و جنایت این رژیم در نوار غزه محقق نشده است. وی افزود هدف از طرح ژنرال‌ها تلاش برای کوچاندن بخشی از ساکنان شمال غزه به سمت جنوب نوار غزه است. حمدان گفت آنچه جریان دارد گسترش عملیات نسل‌کشی در غزه است و جامعه بین‌المللی باید برای توقف این تجاوزات وارد عمل شود. وی با بیان اینکه باید از ایستادگی ملت فلسطین در نوار غزه حمایت شود تصریح کرد عملیات مقاومت ادامه خواهد یافت و برای دفاع از مردم ما با وجود تمام شرایطی که در نوار غزه وجود دارد گسترش خواهد یافت. حمدان اظهار داشت هدف اشغالگران از تشدید تجاوزات خود در نوار غزه ترسیم دستاورد برای ارتش خود است. وی هشدار داد اگر به شکل صریحی مانع تجاوزات اسرائیل نشویم این رژیم به کشورهای همسایه هم رحم نخواهد کرد. طاهر نونو، یکی دیگر از رهبران حماس، گفت در مذاکرات مربوط به آتش‌بس هیچ تحول جدیدی رخ نداده و نتانیاهو مسئول کارشکنی در این مسیر است. ممنون از اینکه تا پایین با ما همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو رو لایک فرمایید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.